لس آنجلس هتلی قرار دارد که داستان‌های زیادی را در دل خود دفن کرده است. هتل سیسیل، جایی که قاتلان زنجیره‌ای در آن اقامت داشتند، محل خودکشی‌های بیشماری بود و حالا به صحنه یکی از مرموزترین مرگ‌های تاریخ تبدیل شده بود. الیزا لم، دختر 21 ساله‌ای که وارد این هتل شد، اما هیچ وقت زنده از آن بیرون نیامد. 26 ژانویه 2013 الیزا، دانشجوی کانادایی، به لس آنجلس سفر کرد. سفر تنهایی او به نظر بی خطر می آمد، اما انتخاب هتل سیسیل اشتباهی بود که شاید او را به سمت سرنوشت شومی می کشاند. او در ابتدا در یک اتاق مشترک اقامت داشت، اما رفتارش باعث شد هم اتاقی‌هایش از او شکایت کنند. آنها گفتند که الیزا عجیب و غریب رفتار می کنند، چیزهای بی‌معنی می گوید و فکر می کند کسی او را تعقیب می کند. مدیر هتل او را به یکی از اتاقهای خصوصی منتقل کرد، اما این تنها آغاز یک کابوس بود. 31 ژانویه، شب ناپدید شدن الیزا. چند روز بعد الیزا ناگهان ناپدید شد. پلیس سرنخی نداشت تا اینکه تصمیم گرفتند فیلم‌های مداربسته آسانسور را بررسی کنند. ویدیویی که آنها پیدا کردند ترسناکترین ویدیوی واقعی تاریخ شد. در فیلم الیزا وارد آسانسور می شود، دکمه‌های چندین طبقه را با حالت عجیب فشار می دهد، اما درهای آسانسور بسته نمی شوند. انگار که چیزی نامرئی جلوی بسته شدن آن را گرفته. او با وحشت از در بیرون میره، سرش را مدام به اطراف میچرخانه، انگار که چیزی در راهرو در تعقیب اوست. اما چیزی که بیشتر از همه ترسناک است حرکت دستان اوست. انگار که دارد با چیزی یا شخصی یا یه چیزی که نامرئی صحبت میکنه. دستهاش را با حالت غیر انسانی در هوا میچرخاند. ناگهان او از کادر دوربین خارج میشه و بعد از آن آسانسور به شکل عادی شروع به حرکت میکنه. این آخرین تصویری بود که از الیزا لم دیده شد. پس از 2 هفته جستجو هیچ اثری از او نبود، اما مسافران هتل از طعم و رنگ عجیب آب شکایت کردند. 19 فوریه 2013 یکی از کارکنان هتل به پشت بوم رفت تا مخزن‌های آب را بررسی کنه، اما چیزی که پیدا کرد کابوس شب‌های لس آنجلس شد. بدن بیجون الیزا لم برهنه، در حالی که بدنش در آب پیچ خورده بود، شناور بود. اما سوال اینجا بود چگونه او به پشت بام رسید؟ درها قفل بودند و فقط کارکنان کلید داشتند. چگونه در مخزن افتاد؟ درب مخزن سنگین بود و برای باز کردن آن نیاز به نیروهای زیادی بود. چرا در مخزن دوباره بسته شده بود؟ آیا خودش داخل رفت و بعد در را بست؟ چرا در بدن او هیچ نشانه‌ای از درگیری، خشونت یا مصرف مواد مخدر نبود؟ کالبد شکافی هیچ توضیحی برای علت مرگ او نداشت. این پرونده پر از معماهای حل نشده بود و ذهن مردم را با نظریه‌های عجیب و وحشتناک درگیر کرد. 1. بازی آسانسور. آیا الیزا وارد بعدی دیگری شد؟ یک افسانه قدیمی میگوید که اگر دکمه‌های خاصی را در آسانسور به ترتیب فشار دهید می توانید وارد دنیای دیگر شوید. شباهت‌های عجیب. الیزا چندین دکمه را پشت سر هم فشار داد، مشابه مراحل بازی آسانسور. رفتار او نشان میداد که چیز را می‌بیند که دوربین قادر به ضبط آن نیست. آسانسور بسته نمی‌شد تا زمانی که او از آن خارج شد. 2. قتل. آیا الیزا قربانی یک توطئه شده است؟ برخی معتقدند که او توسط فردی در هتل جانش را از دست داده. شاید کسی او را تعقیب می‌کرده و به همین دلیل وحشت زده از آسانسور بیرون رفت. شاید
جسد او را در مخزن آب انداخته و درب را بسته. شاید فیلم آسانسور دستکاری شده باشد تا هویت قاتل مخفی بماند. اما چرا هیچ مدرکی از ورود اجباری، درگیری یا اثر ضرب و جرح پیدا نشد؟ 3. آیا هتل سیسیل تسخیر شده است؟ هتل سیسیل یکی از بدنام‌ترین هتل‌های دنیاست. ریچارد رامیرز در این هتل اقامت داشت. 10 خودکشی در آن رخ داده است. بسیاری از مسافران گزارش دادند که اتفاقات ماورایی در آن رخ می‌دهد. پلیس در نهایت مرگ الیزا لم را غرق شدگی اتفاقی اعلام کرد، اما این نتیجه گیری بیشتر سوال ایجاد کرد تا پاسخ. چگونه او در مخزن آب قرار گرفت؟ چرا ویدیوی آسانسور مانند یک فیلمی ترسناک بود؟ چرا او از ابتدا به هتل سیسیل رفت؟ تا به امروز هیچ کس پاسخ قطعی برای این سوالات ندارد. اما شاید حقیقت این پرونده جایی در پشت تاریکی این دنیا پنهان باشد. آیا شما جرأت دارید وارد آسانسور شوید و دکمه ها را یکی پس از دیگر فشار دهید؟